أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید که دوستان عزیز، برادران و خواهران، مادران مؤمن مسلمان، بینندگان و شنوندگان عزیز صحتمند و سرحال باشین و همچنان افرادی که شایقین علوم قرآنی هستند، الله سبحانه و تعالی حفظتان بکند و همچنان روزه و عبادتهایتان قبول درگاه حق باشد و همچنان الله سبحانه و تعالی توفیق عنایت نصیبمان هم بکند که در راه قرآن و حدیث ثابت قدم باشیم. امروز می خواهم پیش از این که درس قاعده خودمان را شروع بکنیم، می خواهم که یک ذکر را برای شما به خوانش بگیرم که ثوابش اینقدر زیاد است که فکر کنید که یک روز ذکر کرده باشین. اون کدام ذکر است؟ اون این ذکر است. به خوانش میگیرم برای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضاء نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. این ذکر را هر فردی که به خوانش بگیرد با یک روز ذکر برابر است ثوابش. سبحان الله، چه ذکری زیبایی، چه ذکری با ثواب فراوان. و همچنان در درس پنجم قاعده نورانی خودمان هستیم. تنوین. تنوین چی را گویند؟ تنوین دو زبر، دو زیر و دو پیش را گویند. درس خودمان را شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من این تنوین ها غنه می شود، باید غنه واری بخوانیم، مثل غنه ادا بکنیم. مثلا میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من. بعدو زبر بن، بعدو زیر بین، بعدو پیش بن، بن. واو دو زبر ون، واو دو زیر وین، واو دو پیش ون، ون. فادو زبر فن، فادو زیر فین، فادو پیش فن، فن. سادو زبر سن، سادو زیر سین، سادو پیش سن، سن. زال دو زبر زن، زال دو زیر زین، زال دو پیش زن، زن. ضادو زبر ظن، ضادو زیر ظن، ضادو پیش ظن، ظن. زادو زبر زن، زادو زیر زین، زادو پیش زن، زن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن. صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سین، صاد دو پیش سن، سن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دین، دال دو پیش دن، دن. تا دو زبر طن، تا دو زیر طین، تا دو پیش طن، طن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نین، نون دو پیش نن، نن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لین، لام دو پیش لن، لن. ضاد دو زبر زن، ضاد دو زیر زین، ضاد دو پیش زن، زن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، یون. شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن، شن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جین، جیم دو پیش جن،
جن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. ح دو زبر حن، ح دو زیر حن، ح دو پیش حن، حن حن حن. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن. ها دو زبر هن، ها دو زیر هن، ها دو پیش هن، هن هن هن. همزه دو زبر ان، همزه دو زیر این، همزه دو پیش اون، ان این اون. و همچنان این بود درس پنجم قاعده نورانیمان. انشاءالله با دقت گوش کرده باشید و خوب یاد گرفته باشید تا درس های بعدی انشاءالله شما را به الله بی نیاز میسپارم و دعاهای خیرتان ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.